سروک نیچروان بارزانی سروک هریما کردستان د کنفرانسا مونشن دا کیجان بر پرسو سرکرده جهان دیتیه بری هر تشتی جیرا کوتیه دوی مافی گل کرد لسوری ورم پاراستن و ظلما کو بسالان لکردان هاتیه کرن لسوری ادی دوباره نوه سروک هریما کردستان هفدیتن دیپلوماتیک ین گلکی گرینگ لگل سرکرده جهان پیکانی یک جوان کسان وزیر درباره امریکا مارک روبیو بو نیچروان بارزانی لگل وزیر درباره سوریه سعد شیبانی شیبانی راجی گفت پیوسته مافین کردان و همون پیکاتین دل سوریه بین پاراستن سروک نیچروان بارزانی وزیر درباره سوریه دعوتی کردستان کرو شیبانی جی گوتیه سر جوان از ورم کردستانی وزیر درباره سوریه پابندبونا ولات خو جبو بدست خستنا آرامیه و پیکانینا روشک گنجاو جبو دیالوگا نتوی دوباره کر هر وها تکس کر کو لسوریه و تیکلین وان به عراق و بهریما کردستان بین بحث کرن و هفکاری وان به تایبتی ده روبروبونا داعش دجی بردوام بی روشه هریمه و پرسکریکن هفبش و چاوانیا هفکاریا دما پیش روژه ده و پیک آنینا آرامی و آشتی لهریمه مجارن سرکه ین جوین سروک نیچروانی لگل سرکرده جهانی بو ده کنفرانسا مونشن ده درباره هفدیتن سروک نیچروان بارزانی دا لکنفرانسا مونشن بردف که سروکتی هریما کردستان دلشاد شهاب جروداویرا بحثا هورگلین جوینا نیچروان بارزانی و وزیر درباره سوریه سعد شیبانی کر دلشاد شهاب گوت هجمارا کمزن جه کوچبرین سوری لویداری الهریما کردستان هنه هبونا گله کرد لروج اوای کردستان جبو سروک هریما کردستان نیچروان بارزانی گله کی گرینگه و به دست خستنا مافینوان لسوریه دوی همو پیکاتین سوریه جهد حکومتا نودا بگرن و تو آلی نین پاشگوه کرن وزیر درباره سوریه سعد شیبانی جی جه سروک نیچروان بارزانی داخواست کریه که برولا خرابه به تایبتی ده چار سرکرنا پرسکریه کاندا لسوریه درباره سوریه که وزیری درویان لیره بو تأکیدی چند خاله که ها باش کرده و یکی که لوی که مدود روسین و سنوری که زور من لگل اکتری ها از جماره که یک جار زوری آورکانی سوریه اشتال عراق ل حریم کردستان داشتین و هبونی گلی کرد ل روجاوای کردستان لویدا که پرسی که گرنگه به لای جنوب سروک حریم کردستان ها سوریه که ببید مایه سقامگیری لنامچه به سوریه بید که همو پیکاتکان لخوی بگیرید و بیرو بود چون یا خود توصیه جناب سروک حریم کردستان بو وزیری درباره سوریه و بو که تجربه عراق لوی که و همو لانکان پیک و سر رای اوی که راست کم کری های لواسع کان بلام بو اوی که و هر کسی لم ملاطه لسوریه تازه دا هست به ابونی خوی بکاد دبه همون بجدار بن لحکمرانی و بجداریگی کاران هبید و به تایبتیش برا کردکانی ایمه و وزیری درباره سوریه داوری جنابیان کرد که رول خوی ببینیدن لو هر وقت او تجربه قولی که لگنزی کردنوی خلافاتی نوچکه دائم جنابی نیچروان بارزانی او شوی نبوی خود او کسب و که فاکتری لگنزی کردنوی لعنه ناکوککان بونه او دواکاریان لجنابیان هبوه و هر وها زور و خوشحالی آن نشنده که حزگان پیوندی که باشن لگل حریم کردستان هبید و سودیش لحضوری لهبونی کرد لباولن لروج آوا که بجداری کی کاریان هبید و وکو خوان مال حلسو کود بکن نکو اکو هوای کوابشی که جابنو بچنه ناپروسه که یک جوان کسی که سروک نیچروان لگل جویه وزیر درباره امریکا مارکو روبیو بو هر وها هر دو آلیان بحثا روشداوی سوریه کرن بحثا کردین روش اوای کردستان کرن
دیسا درباره ویا کده سروکتی هریما کردستانی راگهاند که هر دو آلیان روبیو و سروک نیچروان بحثا بهز کرنا پیوندین هفبش و آواین روبروبونا داعشه کرنا طیبتی لعراق و لسوری لگوری داخویانیه دجوینه دا بحثا روش داویا سوری هاتیه کرن سروک نیچروان برزانی جه امریکا داخواست کریه که ده پشتگیری خوده جبو کردین سوری بردوام به. سناتورا امریکی الیسا سلوتکین جه روداویرا گوت هزین سوریا دموکراتیک یعنی حسده جبوان بویا هفکارکی هف پیمانکی گلکی نیزیک و گلکی جدید شر لدجی داعش ده امریکا پشتگیری سرکای هزین سوریا دموکراتیک حسده سرکردین امریکی ناخوازن پشتا خوابدن حسده و بچن سناتورا امریکی دبیجه و پیوندین وان لگل هزین سوریا دموکراتیک حسده بخورتی بردوام بکن. We have invested a lot in Syria, and the SDF have been. بگمان مگلک و برهنان سوریه کریه و هزین سوریا دموکراتیک جبومه بویه هفکارکی راستین وان کار دجوار لور گرتیا سرملین خواه وکه که هنجی دزانن جهن مهنه که گرتین داعشه تدانه بدیتنا من پر گرینگه که ام ده پیوندی دا بمینن نمازه که من نو بهیز که وزیر دروه یه حکومتا نو یا سوریه لور لمنی هیه او جی نشانه که باشه ام دخوازن که او پر گرانی بدن سر اولکاریا سوریه And we want them to really be focused on security in Syria.